بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام بر دوستانی که حاضرن اینجا و سلام بر دوستانی که بعد از ضبط این جلسه رو میبینن و به این جلسه گوش میدن و فیض ببرن انشاءالله به برکت اهل بیت علیهم السلام. تسلیت میگیم به عزیزانی که اینجا هستند و عزیزانی که بعداً به این جلسه گوش میدن و به تمام محبین و موالین و شیعیان اهل بیت علیهم السلام در کل جهان به مناسبت روز استشهاد شیخ الائمه امام متقین مولانا امام جعفر صادق علیه السلام. چنانچه صدای بنده قطع شد بگید، چون من نمیدونم، چون نتم ضعیف. الان صدام هست؟ بله هست. بله خدا شکر. میخوایم شروع کنیم امشب یک جلسه کوتاهی، یک جلسه کوچیکی درباره معرفت یک امامی مظلوم از ائمه اهل بیت علیهم السلام و این امام که کلا تشیع و مذهب به اسم این امام معروفه، به اسم مذهب جعفری، که جل علوم دین از همین امام کسب شده و از پدر ایشون، پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام. بله، در زمان امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهم السلام وضع اهل بیت علیهم السلام خوب نبود از حیث سیاست. یعنی نتونستند اهل بیت علیهم السلام به خاطر شدت دشمنی که داشتند، یعنی شدتی که و تنگی که دشمنان اهل بیت به امام کردن، نتونستن اهل بیت علیهم السلام یعنی این چند امام رو آنطور که باید باشه دیر رو بیان بکنن. به خاطر همین وضع اهل بیت علیهم السلام یک کمی در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام بهتر شد. به خاطر همین اکثر روایات در فقه، در عقیده، از این دو امامه، یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام. و این مذهب شیعه ها معروف شد به مذهب جعفری. چرا؟ چون امام صادق در خصوص زمان امام صادق علیه السلام بحث و وقت برای علم بیشتر شد. یعنی در زمان امامان، امام علی، امام حسن و امام حسین علیه السلام، وقت جنگ بود. یعنی نمی رسیدن اهل بیت علیهم السلام حلقات علمی بذارن. ولی در زمان حصرا در زمان امام صادق یا در زمان امام باقر و امام صادق، که در زمان امام صادق یک کمی بیشتر شد. در زمان امام صادق علیه السلام اولین حوزه علمی یا اولین حلقه علمیه که از سمت اهل بیت علیهم السلام بود، امام صادق تشکیل داد که بزرگ بود. یعنی بعضی از اقوالی که به ما رسیدن، امام صادق 4000 طلبه داشت، یعنی 4000 شاگرد داشت. و طبق این چیزی که به ما رسیده، چیزی که مردم میشنون یا کسانی که محقق هستن به دین اهتمام می‌ورزن، چیزی که میشنون درباره اصول 400، این به معنای اصول 400 یعنی 400 کتاب در زمان امام صادق تألیف شده. خب این 400 کتاب این کتابای شاگردان امام صادق علیه السلام هستند. ببینید قضیه خیلی مهمه. توی این 400 کتاب روایات اهل بیت علیهم السلام هست.
پس این 400 کتاب متاسفانه به خاطر این که مردم دشمنی با اهل بیت علیهم السلام داشتند، این کتب یکم یکم اتلاف شدند. ولی روایاتی که در این کتب بود به برکت اهل بیت و به عنایت خداوند، این روایت آمدن در اصول چهارگانه، یعنی کتاب و کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار، که نزدیک 40 یا 45 هزار روایت میشه. و بعدا یعنی به غیر از این اصول اربعه باز هم در آن زمان، یعنی در زمان قرون اول، یعنی قرن دوم اول، که کتبی که به دست ما رسیده مثل کتاب سلیم، بعضی از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، بصائر الدرجات، المحاسن، باز هم این کتب شامل روایت اهل بیت علیهم السلام که از اون اصول اربعه هستند در باب عقیده، توحید و فقه. ولی روایات فقهی بیشتر توسع داشت در کتاب کافی. قسم فروعش 2 جلد اول اصول، جلد سوم تا هفتم فروع و جلد هشتم روضه کافی، روایات اخلاقی اهل بیت علیهم السلام. ولی کتاب‌هایی مثل کتاب تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه، کل این کتب فقهی هستند که باز هم به برکت اهل بیت و به برکت خداوند بعداً در قرن 11 قمری، علامه شیخ حر عاملی خدا رحمتش کنه، ایشون کتابی مختص در فقه به نام کتاب مبارک وسائل الشیعه که با افتخار بنده این کتاب رو دارم، یکی از بهترین و با افتخارترین کتبی که در فقه و مذهب جعفری تألیف شده، این کتاب وسائل الشیعه هست که شامل بر بیش از 46 هزار روایت از امام صادق و امام باقر علیهم السلام در فقه هست. نه فقط از این 2 امام، نه بلکه از بقیه ائمه هست، ولی بیشتر این روایات در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام بود، که واقعا باید ما نه فقط در این بره زمانی، مثلا امشب که شب شهادت امام صادق، یا مثلا وقتی که روز ولادتش میشه، درباره امام بحث کنیم. نه، انسان باید در طول زمان عمر خودش درباره اهل بیت علیهم السلام تحقیق بکنه، روایات اهل بیت علیهم السلام رو بخونه و بفهمه که اهل بیت علیهم السلام چه دینی رو برای بشریت انتخاب کردند، طریق و راه زندگی کردن چطوره. اهل بیت علیهم السلام کل اینا رو بیان کردن برای مردم، ولی متاسفانه مردم نمیگردن، تحقیق نمیکنن. به خاطر همین اتباع از اهل بیت علیهم السلام ندارن. بنده خدا رو شکر من کل کتب اربعه رو خوندم، چه روایت فقهی، چه عقیدتی، چه اخلاقی، و حقیقتا فهمیدم اهل بیت علیهم السلام که چنانچه به فهم قاصر من، به الا با اون حقیقت ربانی اهل بیت علیهم السلام که کسی نمیتونه برسه، الا اینکه یک کسی که خداوند بهش توفیق بتونه به اون درجه یکم اعلایی برسه، مثل حضرت سلمان. بله. میایم اینجا درباره ولادت، تاریخ ولادت و شهادت امام صادق علیه السلام ما به حرف میزنیم. مثلا اینجا در کتاب کافی چی اومده؟ اینجا در کتاب کافی دوستان در جلد اول، یه لحظه انشالله بتونم من
بله ببخشید اینترنت قطع شد. حالا صدا هست دوستان؟ ببخشید. بله هست. بله بله معذرت میخوام، صدا اینترنت هم ضعیفه به خاطر. بله چیزی که داشتیم میگفتیم اینجا در کتاب کافی شریف در باب 176 باب ولادت امام صادق علیه السلام میگه ولد ابو عبدالله سنة 83. امام صادق علیه السلام سال 38 هجری به دنیا آمد و در سال و در سال 184 به شهادت رسید و در این زمان عمر امام صادق علیه السلام 65 سال بود و در بقیع دفن شد، در جایی که پدرش دفن شده، پدر بزرگش و امام حسن بن علی. پدرش یعنی امام باقر، پدر بزرگش یعنی امام سجاد و امام حسن. بعد مادرش ام فروه بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. این از قضیه ولادت امام و شهادتش. خب در روایت چه داریم؟ اینجا روایت بازم از امام صادق، علیه السلام می‌فرماید قال ابو عبد الله كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وابو خالد من الثقات علي بن الحسين. سعید بن المسیب و قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که میشه پدر بزرگ امام صادق و ابو خالد کابلی از ثقات علی ابن الحسین هستند. ببینید در علم رجال ما یه چیزی داریم به نام توثیق از اهل بیت علیهم السلام، یعنی توثیق ما بر چند قسمته. یه بار توثیق داریم از سمت اهل بیت علیهم السلام که میگن این آقا مورد وثاقته و یه بار داریم از سمت علما. و انسانی که از اهل بیت علیهم السلام توثیق میشه، این اعتبارش از توثیق علما بالاتره. این رو در نظر داشته باشید. قال امام میگه و کانت امی ممن آمنت واتقت واحسنت والله يحب المحسنین. زین میگه مادر من ایمان داشت، تقوا داشت و کار نیک میکرد که خداوند کسانی که کار نیک میکنن رو دوست داشت. خب وقالت امی قال ابی یا ام فروه، یعنی مادرم گفت، از پدرش نقل میکنه، یعنی ام فروه از پدرش قاسم نقل میکنه که میشه پدر بزرگ امام صادق. یا ام فروه انی لأدعو الله لمذنبی شیعتنا في اليوم والليلة 1000 مرة. یعنی قاسم ابن محمد ابن ابی بکر برای شیعیان چی داشت؟ دعا میکرد در زمان خودش 1000 بار میگه خداوند برای شیعیان استغفار میکنه، یعنی میگه خدایا گناهان شیعیان رو آمرزه بفرما. لأننا نحن فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم
من الثواب وهم يصبرون على ما يعلمون. میگه چیزی که ما براش صبر میکنیم میدونیم چیه، ولی شیعیان ما نمیدونن. این یکی از روایات که در باب ولادت امام حرف میزنه. شیخ میانی بازم اگه ممکنه بله منابع رو هم بذارید. ان شاء الله بعد از اتمام میذاریم، چون الان ما دارم یعنی به شکل دوربین باز کردم، دوستان میبینم، بعد ان شاء الله میذارم. بله. روایت دومی، بله، یک روایت دوم، یه روایت دیگه بازم انتخاب میکنیم که دربارش، یعنی درباره امام میگه بله، اینجا عن صفوان ابن يحيى عن جعفر بن محمد ابن الأشعث قال لي. اینجا صفوان ابن يحيى یک روایت نقل میکنه از جعفر بن محمد ابن الأشعث. قال لي يعني جعفر بن محمد به صفوان میگه أتدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر ومعرفتنا به؟ یک امری بود که بهش دخول کردن و خواستن ببینن چیه. وما كان عندنا منه ذكر ولا معرفة شيء مما عند الناس. قلت ماذا؟ قال إن أبا جعفر يعني أبا الدواني قال لأبي محمد بن الأشعث يا محمد أبلغ رجلا يا محمد أبلغ لي رجلا له عقل يؤدي عني. فقال له أبي قد أصبته لك، هذا فلان ابن مهاجر خالي. قال فأتني به. قال فأتيته بخالي. فقال له أبو جعفر ابن مهاجر خذ هذا المال وأتي المدينة وآتي عبد الله بن الحسن وعدة من أهل بيته فيهم جعفر بن محمد، فقل لهم إني رجل قريب من أهل خراسان. این میگه اینجا جعفر بن محمد به صفوان میگه تو میدونی چرا ما این قضیه رو داشتیم، وارد این قضیه شدیم؟ ما کان سبب دخولنا فی هذا الامر و معرفتنا به. یک قضیه بود که الان میخواد روشنش کنه. و ما کان عندنا منه ذکر، به این قضیه که ما به دست گرفتیم ازش ذکر نداشتیم، یعنی بهش معرفت نداشتیم و کسب معرفتش کردیم. خب صفوان بهش میگه چیه؟ قلت ما ذاک، اون چیه؟ قال جعفر بن محمد میگه ابن الاشعث میگه یک روزی ابو جعفر یعنی ابو الدوانیق لعنت الله علیه، ابو جعفر یعنی دوانیق، منصور دوانیقی. قال لأبي محمد ابن الاشعث، خودش کی؟ جعفر ابن محمد ابن الاشعث. خب اینجا شروع میکنه از پدرش روایت میکنه، یعنی محمد ابن الاشعث. این منصور دوانیقی به محمد ابن الاشعث چی گفت؟ گفت یا محمد ابلغ لی رجل له عقل یؤدی عنی. بهش گفتی یک مردی رو برای من بیار که چی؟ که ذهن قوی داره. خب ذهن قوی داره. فقال له ابي قد اصبته لك، هذا فلان ابن مهاجر خال. این محمد ابن الاشعث بهش میگه بله من یکی رو دارم، این فلان ابن مهاجر دای منه. قال فأتنی به. خب این محمد ابن الاشعث دای خودش رو برای دوانیقی آورد. فأتيته بخالي فقال له ابو جعفر ابن مهاجر. خب این منصور دوانیقی به ابن مهاجر گفت اینجا که میگه وارد شد، بعد ابو جعفر یعنی منصور دوانیقی بهش گفت ابن مهاجر خذ هذا المال وأتي المدینه. این بهش پول داد
بعد این پول رو گرفت و بهش گفت برو برای مدینه و آتی عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن. این عبدالله ابن الحسن کیه؟ این الحسن که امام حسن مجتباست. ابن الحسن، امام حسن یک پسری داشت به نام الحسن المثنى. این الحسن المثنى بازم یک پسر داشت به اسم عبدالله، این که بهش میگن عبدالله المحض. خیلی خوب، لقبشه عبدالله المحض لقبشه. وعدة من اهل بیته، برو برای عبدالله و باید یک عدتی هم از بنی هاشم باشه. فیهم جعفر بن محمد، از بین اونا باید جعفر بن محمد باشه، یعنی امام صادق. فقل لهم انی رجل قریب من اهل خراسان، به اونها بگو من یک مرد غریبی هستم از اهل خراسان. و بها شیعة من شیعتكم موجه الیکم بهذا المال، و من یک شیعی از شیعیان شما هستم که شیعیان شما در خراسان این پولها رو برای شما فرستادند. خیلی خوب، این پولها رو برای شما فرستادند. اینجا وادفع الى كل واحد منهم على شرط كذا و كذا، بهش گفت برای این بنی هاشم این پولها رو یکی به یکی بده، یعنی به مقداری که دیگه براش. فإذا قبضوا المال فقل إني رسول وأحب أن يكون معي خطوطكم بقبضكم. وقتی که پولها رو گرفتن دوست دارم این که شما بنویسید و به خط شما باشه. معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم فأخذ المال، یعنی بنویسند که ما اینقدر گرفتیم. خب این آقا هم پول رو برد و اومد برای مدینه. فرجع الى ابی الدوانیق و محمد بن الاشعث. خب این پول رو گرفت و رفت برای مدینه. باز هم برگشت، یعنی یک مدتی برگشت برای ابو الدوانیق و محمد بن الاشعث. عنده، روزی که برگشت برای ابو الدوانیق که جواب رو بهش بده، محمد بن الاشعث هم نزد دوانیقی بود، لعنت الله علی الدوانیقی. فقال له ابو الدوانیق ما وراءك. خب بهش گفت خب چی شده؟ قال اتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم المال. گفت من اومدم و این آقایون از بنی هاشم این پول رو گرفتن، این هم قبضشون، یعنی خطوطی که نوشتن و امضا کردن که ما این پول ها رو گرفتیم و مهر هم کردن، ولی یک کسی نگرفت این پول، از این پول نگرفت. کیه؟ گفت خلا جعفر بن محمد، یعنی امام صادق علیه السلام. فانی اتیته وهو يصلي في مسجد الرسول صلی الله علیه و آله. اینجا روایت چی نشان میده؟ دوستان توجه بکنید، اینجا روایت نشون میده که امام جعفر صادق علیه السلام علم غیب داره. ببینید، علم غیب داره. چرا؟ چون اگه امام علیه السلام علم غیب نداشت و نمیدونست این پول از کی اومده، این پول ها رو میگرفت. و ببینید این پول ها شبهه داره، یعنی این پول ها از اهل خراسان نیست، دروغه، از جعفر دوانیقیه، از ابو جعفر دوانیقیه، منصور عباسی لعنت الله علیه. دروغ بست. به این ابن مهاجر گفت این پول ها رو بگیر، برو برای عبدالله بن الحسن ابن الحسن، بهش بگو این پول ها از شیعیان شما از اهل خراسان. و خب اینا هم نمیدونن پول ها رو گرفتن، ولی کسی که نگرفت امام صادق بود. امام صادق یعنی چی؟ برای همین میگیم امام صادق ولایت تکوینی داره، علم غیب داره. امام فهمید این پول ها تمیز نیستند، از شیعیان اهل خراسان نیستند، این پول ها از طرف منصور دوانیقی لعنت الله علیه است، پس برای همین نگرفت. ببینید، باید شما توجه بکنید.
فجلست خلفه، میگه من پشت امام نشستم. وقلت حتى ينصرف فاذكر له ما ذكرت لأصحابه. وقلت حتى ينصرفوا، یعنی اتمام بکنه از نماز و ذکر بکنه چیزی که برای اصحابش ذکر کردم، این که از پول ها از اهل خراسان و بیا بگیر. فجعل وانصرف ثم التفت الیه، یعنی امام از نمازش تمام شد و التفات کرد برای من، نگاه کرد برای من. فقال یا هذا اتق الله، تو ای مرد تقوا پیشه کن. یعنی ببینید قبل از اینکه این آقا شروع بکنه حرف زدن، امام داره بهش میگه تقوا پیشه کن. چرا؟ چون امام میدونه این پولها از جعفر، از دوانیقی هست، از شیعیان اهل خراسان نیست. خیلی خوب، ببینید اینجا قضیه داره حساس میشه. ولا تقر اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، دروغ نگو به اهل بیت نبی، یعنی ساداتی که اهل علم غیب ندارن، مثل امام نمیدونن. فکر کردم واقعا این پول ها از اهل خراسان، نمیدونن از منصور دوانیقی. فانهم قریب العهد بدولة بنی مروان و كلهم محتاج. اینا که تو بهشون پول دادی و اینا رو پول بردن، اینا قریب عهد بودن به حکومت بنی مروان و بنی مروان قبلا سادات رو میکشت، پولهاشون رو غارت میکرد. سادات هم بنده خدا پولی ندارند، محتاج به این خمس هستن که براشون از سمت اهل خراسان و شیعیان میرسید. تو هم وقتی اومدی و گفتی این قدر از پول از سمت شیعیان شما به شما رسیده، این پولها رو بردند. این پولها هم شبهه دارند، از شیعیان اهل خراسان نیستند، از منصور دوانیقی هستند. یعنی تو این پولها اصلا شبهه دارن، حرامه، چون به دروغ اومدن این پولها، نمیشه از این پولها استفاده کرد. فقلت وما ذاك أصلحك الله؟ قال فأدنى رأسه مني وأخبرني بجميع ما جرى بيني وبينك حتى كأنه كان ثالثنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ببینید قضیه میگه امام صادق علیه السلام اومد، یعنی نزد گوشم، و همه چیزی که بین من و تو، یعنی چیزی که بین ابن مهاجر اتفاق افتاد و منصور دوانیقی، همه ی چیزی که بین من و تو، این ابن مهاجر داره به منصور دوانیقی میگه، همه به منصور عباسی دوانیقی میگه، همه چیزی که بین من و تو اتفاق افتاد به من گفت که چه چیزی بین ما اتفاق افتاد، مثل این که سوم ما بود. یعنی چون 2 نفر بودن، ابن مهاجر و منصور دوانیقی، بهش گفت این کار رو بکن. این وقتی که اومد به منصور دوانیقی بهش گفت یه جوری که چیزی که بین من و تو اتفاق افتاد به من گفت، انگار که سوم ما بود تو مجلس، یعنی 2 نفر نبودیم، اینم بود. ببینید علم غیب امام اینجوریه. قال فقال له ابو جعفر ابن مهاجر، این ابو جعفر یعنی منصور دوانیقی به ابن مهاجر گفت اعلم انه ليس من اهل بیت نبوة الا وفيه محدث، بدان که از اهل بیت پیامبر باید یکی از اهل بیت پیامبر محدث باشه. وإن جعفر بن محمد محدثنا اليوم وكانت هذه الدلالة سبب قولنا بهذه المقالة. خب اینجا منظور جعفر دوانیقی چی بود؟ بینید کسانی که اهل بیت علیهم السلام رو به شهادت رسوندند، مقام اهل بیت علیهم السلام رو میشناسند. خب مقام این اتمام روایته. چیزی که میخوام بگم
از این روایت. ببینید کسانی که اهل بیت علیهم السلام رو به شهادت رسوندند خیلی خوب مقام اهل بیت علیهم السلام رو میشناختند. یعنی نمیدونن همین جوری اهل بیت علیهم السلام رو بکشن، نه 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 نه، میفهمیدند مقام اهل بیت علیهم السلام کیه. یعنی کسی که مثل شمر، یا در اختلاف روایت میگن شمر یا سنان لعنت الله علیه، یکی از اینا وقتی که امام حسین رو کشت میفهمید و میشناخت امام حسین کیه، میشناخت پسر کیه، پسر فاطمه زهرا، پسر امیرالمؤمنین، پسر رسول خدا، و میدونست که امام حسین یعنی شمر یا عمر بن سعد لعنت الله علیه وقتی که لشکر کشی کردن بر امام حسین به عنوان مثال، میشناختند امام حسین کیه، میشناختند که امام حسین علیه السلام خارجی نبود، اصلا کلا امامت و خلافت برای امام حسینه، ولی بازم اومدن به خاطر پول و دنیا امام حسین علیه السلام را به شهادت رسوندن. اون کار حتی کردن به خونه عصمت و طهارت. در زمان عایشه میدونست پیامبر کیه، باز هم اومد و پیامبر را به شهادت رسول. عمر لعنت الله علیه میدونست حضرت فاطمه زهرا کیه، باز هم اومد و حضرت فاطمه زهرا به شهادت رسول. این آقایون هم همینطور وقتی که اومدن اینا بن العباس و یکی یکی اهل بیت علیهم السلام را به شهادت رسوندن، میفهمیدن اهل بیت علیهم السلام کی، خصوصا امامان. پس برای همین چی گفت جعفر این منصور دوانیقی میفهمید امام کیه، به این ابن مهاجر گفت امام محدثه. محدث چی در فهم اهل قبل؟ یعنی کسانی که در زمان اهل بیت علیهم السلام بودن به این اعتقاد دارن، این که یک سری ملائکه می اومدند با اهل بیت علیهم السلام حرف می زدند. یعنی رساله و نامه ای که این منصور دوانی خواست بفهمونه به ابن مهاجر، این که چیزی که بین ما اتفاق افتاد چشم پوشی نداره از امام صادق، ملائکه شنیدند رفتن بهش گفتند. خب پس امام علم پیدا کرد درباره چیزی که بین منصور دوانیقی و ابن مهاجر اتفاق افتاد. ببینید گفتیم این روایت رد شبهه میکنه که میگن امام صادق علیه السلام علم غیب نداره. نه، امام علیه السلام علم غیب داره، به خیلی خوب میدونه که چه اتفاق میفته. خیلی خوب. باز هم روایت داریم که باز هم خواستم بیارم برای شما درباره اینه که اشاره شده به امام علیه السلام. بله، درباره اشاره به امام علیه السلام، درباره اینکه امام بعد از امام باقر علیه السلام، البته کتاب من روبروی منه ولی خواستم از PDF در بیارم که انشالله جلوی شما باشه هم استفاده بکنیم. بله، در صفحه 185 من برای شما دوربینی باز کنم که انشالله چند تا روایت رو بخونیم و ختم بدیم. بله، در باب اشاره و نص بر امامت امام صادق علیه السلام. روایت از ابان ابن عثمان عن ابی الصباح الکنانی. ابی الصباح الکنانی
نقل میکنه که قال نظر ابو جعفر الى ابي عبد الله علیه السلام. امام باقر نگاه کرد به امام صادق علیه السلام یمشی راه میره، فقال ترى هذا، اینو میبینی؟ یعنی پسرمو رو میبینی؟ هذا من الذين، این از اشخاصی که خداوند چی برای اینا گفت؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. این اشاره میکنه به امامت امام صادق علیه السلام. روایت بعدش که میگه عن ابي عبد الله علیه السلام قال لما حضرت ابي الوفات، وقتی که لحظه وفات امام باقر علیه السلام رسید، قال به امام صادق علیه السلام گفت یا جعفر اوصی که به اصحابی خیرا، وصیت میکنم به اصحاب من، شاگردان من، این که بهشون برس، از حالشون بپرس و بهشون علم بده. قلت جعلت فداك والله لأدعنهم والرجل يكون في مصر فلا يسأل أحدا. این که امام علیه السلام درباره اونها احوال پرسی میکنه. بازم روایت میگه سدیر الصیرفی میگه شنیدم از ابا جعفر یعنی امام باقر علیه السلام یقول ان من سعادت الرجل ان یکون له الولد، از خوشحالی مرد این که برایش یک پسری به دنیا میاد، یعرف فیه شبهه شبه خلقه خلقه وخلقه وشمائله وإني لأعرف من ابني هذا شبه خلقي وخلقي وشمائلي يعني أبا عبد الله. اینجا بازم امام باقر علیه السلام میگه از سعادت مرد این که یک پسری داره، این پسر هم شامل شبه خلق و اخلاق پدر رو داره. خب میگه و انی لأعرف من ابنی هذا، و من چطور منو میشناسند از این که پسرم امام صادق علیه السلام خلق من رو داره و شمائل من رو داره، یعنی مثل من را میره، مثل من حرف میزنه، اخلاق من رو داره و شمائل من رو داره. بازم این یک روایت از فضائل مولانا امام صادق علیه السلام. گفتیم که امام صادق علیه السلام خیلی روایات داره، خیلی روایات هست که امام صادق علیه السلام روایت کرده درباره عقاید، درباره فقه، درباره همه چی. مثلا از باب روایت که در باب توحید و نفی جسم و نفی جسمانیت، بله، من از کتابی که دارم این روایت را میخونم. باب النهی عن الجسم والصورة. ببینید در عقیده اهل بیت علیهم السلام خداوند نه جسم داره نه صورت. خیلی خوب، این یک عقایده. روایت چی میگه؟ روایت میگه عن علي بن أبي حمزة بطائني قال قلت لأبي عبد الله سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه. این علی بن ابی حمزه میگه گفتم به امام صادق علیه السلام شنیدم از هشام بن الحکم روایت میکنه از شما این که خداوند جسم صمدی نوری، معرفتش ضروریه و خداوند هر کی رو دوست داره این معرفت رو تو دلش قرار میذاره.
فقال عليه السلام، امام میگه سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو. ببینید اینجا این هم یک جواب برای آقا حامد. میگه سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخفيف ولا تحديد. میگه سبحان خداوندی که، یا ستایش و بزرگدار خداوندی که کسی نمیداند چطوریه، فقط خودش به حال خودش بلده و چیزی مانند او نیست. او سمیع است، بصیر است، حدی ندارد، جسمی ندارد که حس شود و یا میتونی لبسش بکنی و هیچ چشمی نمیتونه حقیقت ربانیت رو درک بکند و حواس بهش نمیرسد، یعنی جسمی ندارد که میتونیم با چشم ببینیم و صدایی خاصی ندارد خداوند که میتونیم با گوشمان بشنویم و بویی ندارد که استشمام بکنیم و طعمی ندارد که بتونیم بچشیم. ولا يحيط به شيء و چیزی محیط به خداوند نیست، چون خود خداوند محیط به همه چی هست. خیلی خوب. و جسم ندارد، صوره ندارد، تخطیط ندارد یعنی هیئت ندارد و تحدید ندارد. ببینید اینجا به این شکل امام خداوند رو توصیف میکنه. بازم از علم امام صادق علیه السلام اگه خواستیم نقل بکنیم، حقیقتش اینجا یک روایت درباره اثبات وجود خداوند حرف میزنه. اینجا امام صادق علیه السلام چی میگه؟ میگه روایت عن یونس بن عبد الرحمن عن علی بن منصور قال لي هشام بن الحكم كان بمصر زنديق تبلغه عن ابي عبد الله. هشام بن الحكم میگه رحمت الله علیهشون میگه توی مصر یک زندیقی بود، یعنی یک ملحد خدا ناباور بود، اخبار امام صادق رو بهش میرسونن درباره اثبات وجود خدا اشیاء. خب اومد برای مدینه، فخرج الى المدینه لیناظره فلم یصادفه بها. در مدینه امام رو ندید. وقیل له انه خارج بمکه، رفت برای حج برای مکه. خب این آقا هم رفت برای مکه. و نحن مع ابی عبدالله، یعنی ببین اینجا شاهد عیانه هشام دیگه، ما با امام صادق بود وقتی که این آقا اومد. فصادفنا و نحن مع ابی عبدالله فی الطواف، یعنی امام داشت طواف میکرد و این آقا اومد. و کان اسمه عبدالملک، اسمش عبدالملک بود. و کنیته ابو عبدالله، یعنی اسمش عبدالملك ابو عبدالله. فضرب كتفه كتف ابي عبدالله، يعني كتفش بكتف امام صادق زد. فقال له ابو عبدالله عليه امام صادق بهش گفت اسمك چیه؟ فقال اسمي عبد الملك. فقال ما كنيتك؟ قال كنيتي ابو عبدالله. فقال له ابو عبدالله فمن هذا الملك التي انت عبده؟ ببین اینجا امام با اینکه اون آقا اصلا فعلا سوالی نکرد، امام شروع کرد بهش گفت فمن هذا الملك الذي انت، خب تو اسمت عبدالملکه، یعنی تو اسمت نوکر شاه به ترجمه فارسی. خب تو نوکر کدوم شاهی؟ اسمت عبدالملکه. عبد کدوم ملکی؟ ملکی که از زمین، از آسمان. و اخبرنی عن ابنك. خب و بهش گفت خب الان تو اینجوری، خب پسرت که اسمش عبدالله، عبد کدوم الهه؟ اله زمینه یا اله آسمانی؟ قلت ما شئت تخصم. قال هشام عليه فقلت للزنديق اما ترد عليه؟ اینجا قل ما شئت تخصم، اینجا امام صادق علیه السلام هرچی بهش گفت هرچی که بگی من پاسخت رو میدم. خب اون آقا اصلا متحیر شد که امام دار اصلا چی میگه، تعجب کرد. هشام بن عبدالملک به اون زندیق گفت خب چرا جواب نمیدی؟ فقال فقبح قولی فقال ابو عبدالله، یعنی جوابی نداد، یک
یه توهینی کرد. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام گفت اذا فرغت من الطواف فأتنا. فلما فرغ، خب این طواف کرد، بعد اومد برای امام صادق. فلما فرغ ابو عبدالله اتاه الزندیق. ببخشید اینجا به امام صادق گفت وقتی که طوافت تموم میشه بیا برای ما. خب امام هم تموم کرد و اومد برای این زندیق. فقعد بین یدی ابی عبدالله. اینم زندیق اومد وقتی که امام تموم کرد، این اومد و روبروی امام نشست. و نحن مجتمعون، یعنی جمع شده، یعنی مناظره میخواد بشه. فقال ابو عبدالله للزندیق اتعلم ان للارض تحتا و فوقا. میدونی که خدا که زمین بالا و پایین داره؟ قال نعم. گفت بله. قال فدخلت تحتها. پایین این زمین رفتی. اینجا دلالت میکنه بر 7 آسمان و 7 زمین که اینجا امام صادق علیه السلام اینجوری بیانش کرد. وقتی که بهش گفت آیا زیر این زمین رفتی، یعنی به 7 زمین های پایین رفتی، به عمق این زمین رفتی؟ قال لا. گفت نه. قال فما يدرك ما تحتها. گفت تو چیزی میدونی که زیر این زمین چیه؟ گفت نه. الا انی اظن لیس تحتها شیء. گفت ولی گمان میکنم که زیر این زمین چیزی نیست، چیزی که امروز خدا نابافران میگه. فقال ابو عبدالله علیه السلام لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الارض. تو نه به کل مشرق رفتی و نه به کل مغرب، یعنی نه به سمت آخر مشرق، نه به سمت مشرق رفتی و نه به سمت مغرب، و نه زیر زمین رفتی و نه به آسمان ها رفتی. ولم تنزل الى الارض ولم تصعد الى السماء ولم تجز هناك. فنرفتی اونجا و اونجا بمونی. فتعرف ما خلفهن و انت جاهد. با این که ببین اینجا امام چی بهش میگه؟ به این که بهش میگه با این که تو نه به مشرق رفتی و نه به مغرب، نه به بالای آسمان ها رفتی و نه به زیر زمین رفتی و نمیدونی توشون چی هست، و باز میخوای انکار بکنی با این که تو نرفتی و ببینی آیا چیزی هست یا نه، و داری انکار می. تو اول باید بفهمی چه چیزی داری انکار بکنی تا دلیل داشته باشی. بما فيهن وهل يجحد العاقل ما لا يعرف. و آیا عاقل چیزی که جحود میکنه که اصلا نمیشناستش؟ قال الزنديق ما كلمني بهذا احد غيرك. الله اکبر. این زندیق به امام میگه این اولین کسی که اینجوری با اصلا کسی به مثل همچین حرفی با من نزد کسی. ببینید علم امام اینه. یعنی جواب ما امروز به خدا نابران همین که تو نه به آسمان ها رفتی و نه به زیر زمین نرفتی و به نه عمق اقیانوس ها رفتی که ببینی چه چیزی توشون هست و داری خدای متعال رو انکار بکنی. و آیا عاقلی هست که به این کل اینها دسترسی نداره و میخواد منکرشون باشه؟ و انت جاحد بما فيهن و هل يجحد العاقل ما لا يعرف. چیزی که تو نمیشناسیش اون رو جحد بکنی. تو نمیشناسی چطور بخوای جحودش بکنی؟ چیزی رو باید جحود بکنی که بشناسیش بدونی چیه و بعد جحودش بکنی. یعنی مثلا انسان به زیر زمین میره، به زیر زمین میره، یعنی کلن یک چیزی رو، یک دستگاهی رو میاره، اون رو هی حفر میکنه تا بره به عمق این کره زمین. بعد بیاد میگه من زیر زمین هیچی ندیدم، من منکرش هستم. تو آیا کسی هست که داریم با این تکنولوژی که الان داریم کسی این کار رو کرد؟ یا با این تکنولوژی که داریم کسی مثلا تونست برسه به الان به مثلا به ماه یا مریخ رسیدن، به بعد از اینا رسیدن که بفهمن چی هست تا انکارش بکنن؟ چیزی نرسیدن. ببینید اینجا به شکل خیلی علمی امام صادق علیه السلام خداوند رو اثبات کرد که انسان اگر میخواد به اینا برسه قطعا میگه
برای این عالم یک خالقی وجود داره. نمیشه این عالم با این هیئت و تنظیمی که داره، این کره زمین که توش، که در عمقش با این که الان میلیون ها و هزاران سال، نمیگیم میلیون ها، میگیم هزاران سال انسان داره تو این کره زمین زندگی میکنه. ما نمیگیم ماه، نمیگیم مریخ، نمیگیم کره های دیگه، نه 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 نه، همین کره زمین که الان توش هستیم، داریم زندگی میکنیم، با همین تا همین لحظه، همین علمی تا همین لحظه که رسیده، ما فعلا هیچی از کره زمین اکتشاف نکردیم. علمایی که دارن روی زمین کار میکنن میگن تا حالا فقط 3% رو شما اکتشاف کردیم، یعنی هنوز 97% هم کره زمین رو ما اکتشاف نکردیم. بعد اومدی یک خالقی که این کره زمین رو خلق کرده رو انکار بکنی؟ خب لابد این زمین یک تنظیم دهنده داره که انسان با این تکنولوژی که رسیده تازه فقط 3% رو رسیده، به کلش نرسیده. این دوستان علم اهل بیت علیهم السلام اینه، علم امام صادق علیه السلام اینه. امام صادق و اهل بیت علیهم السلام این رو به ما یاد دادن، که بلد باشیم چطور به خدا ناباوران، به مسیحیان جواب بدیم و چطور پاسخگو باشیم و چطور با این دلیلی که خیلی ساده هست وجود خدا رو اثبات. حقیقتا من وقتی که این روایت رو خوندم و بعضی موقعها مثلا شبا که میرم بیرون، الان دستشویی یا چیزی، هی به آسمان نگاه میکنم، به ستاره ها نگاه میکنم، میگم به خداوندی خدا قسم، یعنی حتی اگه دین نداشته باشه، یا انسانی که دین نداشته باشه، تا یکم به آسمان و ستاره ها نگاه بکنه و تفکر بکنه، میگه قطعاً باید یک تنظیم دهنده‌ای بر همچین چیزی باشه. یعنی این که آسمان اینجوری باشه، مشکی باشه و یک نجومی هست که این آسمان رو روشنایی بکنه. این که با اینم یک آیه اومده، این که میگه و جعلنا مضمون آیت، یعنی چیزی که تو ذهنم از آیت هست، آسمان رو به روشنایی ما مزین کردیم. روشنایی چیه؟ همین ستاره‌ای که شما دارین میبینید. الان شما اگه خوب نگاه بکنید و خوب متوجه بشید، وقتی که یک شهری مثلا برقش بره در شب، بازم نور داره. اون نور از کجا داره میاد؟ از ستاره ها و ماه داره به زمین میخوره که روشنایی داره. پس ببینید قضیه خیلی مهمه. ان شاء الله به حول قوه الهی و برکت امام صادق علیه السلام این جلسه مون ان شاء الله پر خیر و برکت باشه. ان شاء الله همیشه ما زیر سایه صاحب الزمان، زیر سایه امام صادق باشیم، هم شما، هم بنده، هم شما، هم کسانی که به این جلسه گوش میدن. انشالله که استفاده کامل رو الان دوستان برده باشند و دوستانی که قرار رو گوش بدن باز هم برده باشند. و آخر دعای ما ببخشید که الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في أمان الله.